الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خداوند متعال می‌فرماید وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. یکی دیگر از ویژگی منافقان این است که هنگامی که به آنان گفته می شود ایمان بیاورید همچنان که مردم ایمان آورده اند، ایمان بیاورید به خداوند متعال و به فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و به تمام پیامبران و به روز رستاخیز و به بهشت و جهنم و به آن چیزی که اهل ایمان به آن ایمان آورده اند. وقتی که چنین چیزی به آنان گفته می شود، آنها می گویند در پاسخ انؤمن کما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاوریم، یعنی مگر می شما ایمان بیاوریم مثل کسانی نابخرد و سبک عقلی که ایمان آورده اند؟ یعنی در اینجا مشخص می شود که اهل نفاق و منافقان مسلمانان را سبک عقل می دانند و این مطلب سبب شده که آنها ایمان نمی آورند، یعنی مسلمانان را تمسخر می کنند، مسلمانان را سبک عقل می دانند. در نتیجه به یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یعنی این مطلب که آیا منظور یاران رسول خداست که ایمان آورده اند یا منظور اون تعداد از اهل کتابی است که ایمان آورده اند مانند عبدالله ابن سلام، و یا به صورت کلی منظور هر کسی که اهل ایمان باشد، فرقی نمی کند چه از مشرکین ایمان آورده باشد چه از اهل کتاب ایمان آورده باشد، برای آنان به صورت کلی همه را کم عقل و سبک عقل می دانند. به همین خاطر می گویند آیا ما ایمان بیاوریم همچنان که نابخردان ایمان آورده اند؟ اما پروردگار در یک آیه دیگری به این مسئله کلمه صفها جمع سفیه است، چون میگه در این آیه که خدا فرموده ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قیاما، فرموده این دارایی که خداوند متعال زندگی شما را به آن وابسته نموده، یعنی سبب زندگی و حیات شماست، این دارایی خود را در اختیار کسانی قرار ندهید که سفها هستند. حالا این سفها گفتیم جمع سفیه هست، یعنی اونایی که عقل و درک درستی ندارند، شعور درستی ندارند، یعنی کاملا دیوانه نیستند، کاملا بی عقل نیستند، اما کم عقل هستند، سبک عقل هستند. پس می‌فرماید شما دارایی خود را در اختیار آنان قرار ندهید. بعدن چون این آیه در سوره نساء آیه 5 وقتی که بیان میکند، بعدن می‌فرماید فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، یعنی در مورد یتیمانی گفته می شود که پدران خود را از دست داده اند و کسانی الان متعهد دارایی آنان هستند. در اونجا می‌فرماید پس این اموال خود را در اختیار اونها قرار ندهید مگر اینکه متوجه شوید که آنان دارای رشد و تمییز هستند و میتوانند از اموال خود نگهداری کنند. پس در اینجا سفها به کسانی گفته می شود
که توانایی نگهداری اموال خود ندارند به خاطر اینکه کم عقل هستند. در اینجا منافقین میگویند آیا ما هم مانند دیگر سبک عقلان، یعنی اون کسانی که ایمان آورده‌اند به نظر آنان اینا همه سبک عقل هستند، کم عقل هستند. ما ایمان بیاوریم، اما پروردگار میفرماید الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. میفرماید بیدار باشید که در واقع آنان سبک عقل هستند. یعنی سبک عقل، یعنی آنها هستند که سبک عقل هستند و درک و شعور درستی ندارند، وگرنه اگر سبک عقل نبودند باید ایمان می آوردند. چون خداوند متعال در سوره ملک برای ما بیان می کند اونهایی که کافر بودند و وارد دوزخ شده اند، گفته می شود الم یأتیکم نذیر، مگه کسی برای شما نیومد که شما را هشدار بدهد؟ اونها میگویند بلا، نذیر آمد. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. میگویند اگر ما حرف را میشنیدیم و عقل داشتیم اهل آتش نبودیم. یعنی در اونجا پروردگار از زبان خود آنها برای من نقل میکند که اونا میگویند این که ما اهل دوزخ هستیم چون عقل نداشتیم. به همین خاطر پروردگار در قرآن در بسیاری از آیات میفرماید افلا تعقلون، آیا شما عقل و اندیشه خود را به فکر نمی اندازید؟ عقل خود را به کار نمی اندازید؟ از عقل خود استفاده نمی کنید؟ البته در اونجا میگه اگر ما عقل داشتیم، معنی این نبوده که اصلا هیچ گونه عقلی نداشتن، عقل داشتند اما سبک بودن. یعنی در اینجا پروردگار برای ما روشن میکنه، میگه سبک عقلان و کم عقلان و نابخردان حقیقی اینهایی هستند که به خداوند خود و به صاحب این هستی ایمان نمی آورند در واقع. اما آنها چون خیلی نادان و خیلی کم عقل هستند متوجه نیستند. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اما آنان در واقع نمیدانند که نابخردان حقیقی خود آنان هستند. چون انسان وقتی که گمراه باشد، در واقع کسی که راه گمراهی را انتخاب میکند مشخصه چنین کسی نابخرد است، چنین کسی سبک عقل است. کسی که راه گمراهی و راه جهالت و دوری از و پیروی از هوا و هوس خود را در پیش میگیرد و هدایت را رها میکند و راه حق را رها میکند و اون راهی که اهل عقل و اندیشه و تعقل و تفکر گرفتند آن را نمیگیرد، آنان واقعا گمراهان حقیقی هستند. چون در قرآن بکرات و مرات میفرماید آیا نمی اندیشید؟ آیا عقل خود را بکار نمی اندازید؟ آیا نمی بینید؟ آیا نمی شنوید؟ یعنی این مطالب همش برای وادار نمودن انسان ها به تفکر و تعقل و اندیشه و شنیدن و دیدن حقایق است. اینجوری نیست که اسلام انسان را چشم و گوش بسته و بدون فکر و اندیشه انسان را وادار کند به پذیرفتن. نه خیر، پذیرفتن یک امری است، نیاز به اندیشه دارد، نیاز به فکر دارد، نیاز به تعقل دارد، نیاز به شنیدن و حقایق دارد. این حقایق چون بسیاری از مردم به آن توجه نمی کنند، در نتیجه راه گمراهی را در پیش می گیرند. وگرنه انسان‌های خردمندان دنیا و دانشمندان دنیا از پذیرفتن حق سرپیچی نمی کنند. اون کسانی که سرپیچی از پذیرفتن حق می کنند در واقع افرادی هستند که آنطوری که شاید و باید است درک و اندیشه خود را بکار نمی اندازند، یا پیروی از هوا و هوس خود می کنند، یا خود را به نادانی و غفلت و اینها می زنند. وگرنه انسان کمی فکر و اندیشه خود را بکار بیندازد، او را به راه راست و به راه خیر و درست راهنمایی می کند، البته با گوش دادن به تعالیم انبیا و به وحی انبیا.